سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدین. امروز پنجشنبه است و شما قراره که امروز و فردا رو با من همراه باشید. یعنی من قرار آخر هفته‌مو براتون ولاگ بگیرم دیگه. الانم ساعت 3 و میخوام شروع کنم درس بخونم. اصلا احتمالا برم یه چیزی که خیلی وقت بود میخواستم بخرم و بخرم که خیلی هیجان دارم برش. ولی برید تو چیز موندم در واقع. یعنی مامانم به یه چیز رو بگیرم و خودم یه چیز دیگر رو بیشتر دوست دارم بگیرم که حالا شاید بهتون گفتم. بهتون بگم که من دوشای مجلسی زدم، میدونه اینجام زدم که کرم پاک شد متاسفانه. چند تا هم اینجام زدم که روشون سرم زدم، دوشای اوردینری رو زدم، بعدم کرم دوشای سیمپل رو زدم و امیدوارم که هرچی زودتر پاک شن، چون پردوس و قرارم با دوستام این دوچرخه سواری و دوست ندارم انقدر چونم زیبا باشه. میدونی بچه‌ها، بذار بهتون بگم میخوام چی بخرم و یه چیزی دیگه هم درباره خریدن اون چیز بهتون بگم. بچه‌ها، من خیلی دوست دارم آیپد بخرم، ولی مامانم اینجوریه که برو مکبوک بخر، مکبوک خیلی بهتره، کاربردش بیشتره و اینا. اینجوریه که اصلا آیپد به درد نمیخوره، ولی بچه‌ها آیپد خیلی کاربرد داره. به من آیپد خیلی بیشتر از مکبوک دوست دارم. بعد زنگ زدم به بابام که حالا بگم که بابا داریم میای بریم بخریم، تو بگو که همون آیپد رو بخریم. بعد گفتش که مامانت راست میگه، مکبوک خیلی بهتر از آیپده، کاربردش بیشتره. من اینجوری بودم که اوکی بای. و من برای همین سر این موضوع نشستم کلی گریه کردم. آخه میدونی چیه؟ بعد نه بهتون بگم. خب آیپده قرار قیمتش مناسب تر از مکبوکه. مکبوک بودم 200 خورده گرونتر از آیپد است. یعنی حالا چیزی که من میخوام بگیرم، این دوست دارم که داشته باشم و من با اون 200 خورده میتونم گوشی بخرم، یا حالا اگر که اصلا میتونم یه گوشی جدا بگیرم، یا میتونم یک مقدارشو بذارم روی گوشی خودم، گوشیمو عوض کنم. با حافظه 512 و سایز 13 اینچ. بله آنباکس کنید. قولترین آیپد اپل از لحاظ سایز، سی پی یو و رم و حافظه که دیشبم آیپد M5 معرفی شد و حالا پست و استوریاشو براتون حتما توی پیج میذارم. چیپستش M5 شد. اینم آیپد M4 باز میشه کمی، حالا گیزدارش زیاده. آیپد M4 با حافظه 512. یه کمک بهتون بدم. عالی شد، عالی. خب از اونجا مرسی. تا این پیپرش رو باز کردیم پشتش رو ببینیم. بله، پنجشنبه شب و آیپد جدید و استفادهتون چیه؟ آقا من بالاخره تونستم راضیشون کنم که برام آیپد بگیرم و ببینید من منصرفشون کردم از اینکه بخوام مکبوک بخرم و آیپد خریدم و خیلی خوشحالم الان، چون چیزی که دوست داشتم و خریدم و اینم بیرم بیرون. مثلا بچه‌ها میخواستم 1 ترابایت بگیرم ولی نه، خودشون که موجود نداشتن. چند جام زنگ زدیم موجود نداشتن و گفت اگه بخوای بعد سفارش بدم از تهران برات بیارن و خب طول میکشه تا برسه. یعنی میشه روز شنبه، یک شنبه اینا. و شما خیلی عجولیه، من برای یک دو روز واقعا تحمل نداشتم دیگه. اینو گرفتم. چیز خاصی داخلش نیست، فقط حالا بخوام بهتون بگم اول آتی کردم آیپد پرو M4 چیزه 13 اینچ، رنگ مشکیه. حالا بذارید خوشو بهتون نشون میدم. باشه من نمیدونستم که دیشب چیز معرفی شده، آیپد پرو M5 بگن سب میدادن، اونو میخریدم که قلمش که اومدم خونه بازش کردم، کاری با اینم نداریم. این طور خود آیپده که اینجوریه و دیگه
اومدم خونه اپل آیدیمو انداختم روش و اینستا و داکیومنتمو نصب کردم، ولی هنوز تلگراممو فیلترشکنم مونده که نصب بشه. و اینم اپل پنسله، یه چیز خاصی نیست، همینه. خیلی خوشحال شدم که اینو گرفتم چون خیلی وقت بود واقعا نمیخواستم بگیرم. و اینکه بچه ها من گلاس گوشیمو عوض کردم، گیم بک کاور رو گرفتم و گلاسم انداختم روی اون، همین دیگه. اینو از لوازم جانبی میخواستم سریع چیزم بگیرم، تبدیلا که واسه شارژ کردنه، که بهم گفت نگیر الکی و اصلا چیزای خودشو دیگه دست نزن بهشون، همون با سیم و نمیدونم سریع و اینا چیزای گوشیت بزنشون داخل شارژ و اینا رو چیز نکن. $2,000 years later. بچه ها من قرار بود که امروز صبح با دوستان برم پیاده رو سلامت و دوچرخه سواری کنیم، ولی یه چند تا بچه‌ها گفتن نمیان، من دیگه گفتم نمیرم دیگه، کلا کنسل شد و افتاد 2 هفته دیگه. بعد الانم میخوام بشینم که فیلم ببینم، بعدش مامانم رفته چیز بگیره، صبحونه برام درست کنه، صبحونه‌مو بخورم، شروع کنم درس بخونم، بعد برم حمام. بچه ها من دینیمو خوندم و دیشب داکیومنت رو اینستاگرام نصب کردم، ولی اکانتمو فعال نکردم دیگه. الان بعد دیگه این تمام شد اکانتمو فعال کردم، الان دارم یوتیوبمو نصب کنم که دیگه بعدش برم حمام. بچه ها من تازه از حمام اومدم، بعد غذا گرفتم، تا غذا برسه بشینم هندسه‌مو بنویسم که حالا بعدش هم بشینم فیزیک بخونم چون یک شنبه امتحان دارم. بچه ها من همین الان دیدم که اپ استور ویدیو آنباکسر رو استوری کرده و چهرم داخلش خیلی بد افتاده، ولی خب مهم نیست، میذارمش چون ویدیو آنباکسشه دیگه. بعد حقیقتا توقع نداشتم امشب استوریش کنه، فکر می‌کردم که فردا شب استوریش کنه، به خاطر اینکه دیشب من ساعت 7:30 اونجا بودم، ولی دیگه تا کار حسابداریشو انجام دادیم و من چون یترا موجود نداشتن و من یترا میخواستم اول قرار بذارم توی هفته برام بیارن، یعنی گفتن که اگه شنبه شد که شنبه، اگه نشد تو هفته برات موجودش میکنیم. و من طول کشید تصمیم بگیرم که حالا همون 512 رو بگیرم و سر بدم یترا بیاد دیگه. وقتی من میخواستم بیام بیرون تقریبا ساعت کاری تموم بود، خیلی مثلا شد که 1:20 مونده بود که ساعت کاری تموم بشه، سر همین دیگه ویدیو استوری نشد و من گفتم که امروزم چون روز کاری نیست، جمعه است، نمیذارنش و فردا شب میذارنش و من باید پس فردا ویدیو رو ادیت کنم براتون بذارم، ولی خدا رو شکر استوریش کردن و من فردا ویدیو رو ادیت میکنم و همون فردا هم براتون آپلودش میکنم. آره دیگه الانم دارم یه خورده فیزیک میخونم. بچه ها من رفتم مسواک زدم، صورتم هم شستم دیگه، روتین بوستیم رو انجام دادم، لکم زدم روی جوشه ها که اونایی که خوب شده لکشون نمونه
و الان میخوام یه مرور رو دینی بکنم و دیگه بعدش بخوابم، صبح باشم دوباره مرورش کنم. بچه احتمالا فردا براتون ویدیو بگیرم. البته کار خاصی قرار نیست انجام بدم، کلا قرار درس بخونیم، ولی خب من که قرار فردا شب ویدیو ادیت بزنم. چرا فردا ویلوگ نگیرم؟ احتمالا فردا براتون ویدیو بگیرم. استایل زدنش خوبه، موریشو چیپس و خیار و گوجه و پیاز و سس و ذرت اینا داره. اوکی بچه من آماده شدم سرویسم میاد دیگه. بچه من اصلا توی مرسل نتونستم براتون ویدیو بگیرم چون سه اتفاق افتاد و من دیگه گوشیمو نیاوردم بیرون که حالا کسی بفهمه گوشیم داخل کیفمه و چند تا از دوستای صمیمی میدونستن. بعد اینکه الانم دیگه نهار بخورم، یه دقیقه استراحت کنم، بشینم فیزیک بخونم. یعنی وای ساعت 6 و ربعیناست و من ساعت 5 و نیم بود مامانم منو بیدار کرد. فکر کرده بود من بیدار شدم و داخل اتاق خودش رو همینجور مونده بود. بعد میگفتم صدات نمیاد و اومده دم خوابم و منو بیدار کرد. بعد دیگه رفت برام خوراکی گرفت اومد و الان میخوام شروع کنم فیزیک بخونم. اول میخوام خود کتاب بخونم، بعد درکش نکته ها رو بخونم. یه سری مشق فیزیک دارم که اونا رو نتونستم وقت کردم بنویسم دیروز و پریروز. اصلا پریروز کار خاصی نکردم در واقع، دیروز بشینم اونا رو بنویسم مشقا رو، چون که نمونه سواله دیگه. و بعدم یه دونه PDF برام فرستاده بود، گفته بود که اینو حتما بخونید. توی امتحان ازش سوال دادم و بعدم بشینم اونو بخونم که بعدم بشینم بچه‌ها دیگه چند تا فیلم آموزش ریاضی ببینم و دیگه بعدم مرور کنم، حمام و برم دوباره امشب و همین دیگه. من تقریبا بیشتر فیزیک رو خوندم، یعنی کلا 3 صفحه‌اش کنم مونده و الان ساعت 9:24 است. میخوام برم حمام چون iPad شارژ نداره. تا شارژ بشه من برم حمام و برگردم دیگه. بعدش بشینم بقیه‌اش رو بخونم و نمونه سوالم حل کنم دیگه، مرور کنم و یکم ریاضی بخونم چون واقعا لازم دارم که ریاضی بخونم. بچه من همین الان از حمام اومده و این هودیه رو پوشیدم که سرما نخورم دیگه. مامو با جس بدش رو دوسیم بدنم زدم دیگه. الان دوباره باید شروع کنم فیزیک بخونم و امیدوارم که وقت خورم یه خورده ریاضی هم بخونم چون واقعا لازمه. الان ساعت 11:10 است و من کتاب رو تموم کردم. یه مقداری از نکته ها هم وقتی که داشتم خود کتاب رو میخوندم باش خوندم، یه کوچولوش مونده اونم بخونم و الان ماستر رو آوردم بخورم دیگه. بعد از اینکه اینو خوردم اونو بخونم دیگه شروع کنم به نمونه سوال حل کردن.